دوستای عزیز سلام. در این آخر قسمی که در جریان هستین تعداد زیادی از افغانای ما به کانادا مهاجرت کردن و اکثریت از این کیسای رفیوجی است. در این ویدیو ما میخوام براتون کوتاه بگویم که در این آخر تعداد زیاد از دوستای ما سوال دارن که آیا ما دوباره به افغانستان سفر کرده میتونیم و آیا ما پاسپورت افغانی را استفاده کرده میتونیم یا خیر. ببینین قانونا وقتی که شما از افغانستان فرار کردین، از او رژیم موجوده فرار کردین، شما باید پس به او کشور سفر نکنین تا زمانی که او رژیم سر قدرت است، چون شما گفتین که ما از او خطر فرار کردیم، و همچنان شما از پاسپورت از او کشور باید استفاده نکنین. البته اینجا دوستای شاید کامنت کنن که ما در اواخر شاهد ازی بودیم که یک تعداد رفتن یا خود ما رفتیم و پس آمدیم میجنم و مشکل ندیدیم. درست است، شاید شما آل مشکل ندیده باشین، اما این امکان داره که بعداً برای شما درد سر شود. زمانی که شما برای سیتیزنشپ خود درخواست میکنین، در وقت باید شما بگوین که کجا رفته بودین، کدام اسناد استفاده کردین، و حتی هم در بعض موارد از طرف ارگانهای دولتی کانادا برای شما یک مکتوب میه و میگه که به اینی تاریخ خودت به افغانستان رفته بودی، چرا رفته بودی و اگر خطر مواجه تو نبود به ایمان است که تو در اول در درخواستی مهاجرتت به کانادا دروغ گفته بودی. به جزای مسرپرزنتیشن میتونه که شما را از کانادا دیپورت بکنن. از او خاطر این مسئله را بسیار جدی بگیرین. اگر فعلا براتون کدام مشکل پیش نامده، این به ایمان نیست که در آینده مشکل پیش نمیه، 100% مشکل پیش میه و شما میتونین به رفیوجی ترافل داکیومنت درخواست بکنین. اگر سفر خارجی میکنین تا حد امکان کوشش کنین که از پاسپورت افغانی استفاده نکنین اگر کیس شما کیس رفیوجی است. دیگه شما میتونین به ترافل داکیومنت درخواست کنین. راهنمایی از او را من در ویدیو میگذارم براتون و از او طریق میتونین با ترافل داکیومنت به هر کشوری که خواسته باشین سفر کنین، به جز از کشوری که از اونجا فرار کردین. تشکر. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. اگر سوال در این مورد دارین میتونین بر ما در اینستاگرام ما کامنت کنین.